روز یکشنبه در وادی پانکیسی گرجستان برخورد پلیس با ساکنان محلی به قید گرفته شد. اعتراضگران که مخالف بنیاد نیروگاه برق و آب در این وادی می باشند، پلیس را سنگسار نمودند و پلیس با گاز اشک‌آور و تیرهای رزینی به آنها پاسخ داد. ده‌ها نفر از هر دو جانب جراحت برداشتند. وزیر کارهای داخلی گرجستان گیورگی گخاریا و یک چند منصبدار دولتی به مکانی برخورد رفتند. ساکنان پانکیسی مخالف بنیاد نیروگاه برق آبی خدار 3 می باشند. به گفته آنها این ساختمان به محیط زیست تأثیر منفی رسانده آنها را به کوچبندی از زمین بابایی وادار خواهد کرد. ساختمان نیروگاه می بایست در ماه مارس سال 2018 آغاز یابد، ولی از سبب اعتراضها به تأخیر افتید. اخیراً کار در ساختمان شروع شد و همزمان با آن اعتراضها نیز آغاز یافتند.